پدر و مادران دختران خود را به هزاران آرزو و امیدها به وی می‌رسانند و خوشبختی آنها را تمنا می‌کنند و خوشبختی سعادت خود را هم می‌خواهند. دختران خود را مثل یک نوده گل تربیت کرده و در آرزوی دیدن میوه‌های شادی و سرور هستند. ولی حیوان‌های در صورت آدمی پیدا شده اند که به ناموس جوان دختران دست میزنند. این موسا با حیله و نیرنگ، با هزاران شیطنت و شاید با وحشانیت آرزوهای این پدر و مادران را برباد می‌دهند. باغ گلستان این والدین را پایمال و خراب می‌کنند. آیا این ستمگران گمان می‌کنند که خداوند از حال اینها به خبر است؟ پس بدانید به شک حتما بر عوض ستم و خرابکاریشان خرابی می‌بینند. دیر یا زود.